تیتوس 3:1 برای هر کار خوب آماده باشید. آمین. تیتوس 3:1 برای هر کار خوب آماده باشید. آمین. تیتوس 3:1 برای هر کار خوب آماده باشید. آمین. Be ready to do what is good. Titus 3:1 Amen. تیتوس 3:1 برای هر کار خوب آماده باشید. آمین. Because it's really good. Thank you to Lord because you did that again. Amen. تیتوس 3:1 برای هر کار خوب آماده باشید. آمین. Be ready to do what is good. Titus 3:1 برای هر کار خوب آماده باشید. Ready to do what is good. Titus 3:1 Amen. تیتوس 3:1 برای هر کار خوب آماده باشین. آمین. Be ready to do what is good. تیتوس 3:1 برای هر کار خوبی آماده باشید. آمین. برای هر کار خوب آماده باشید. تیتوس 3:1 برای هر کار خوبی آماده باشید. آمین. خداوندا شکرت واسه اینکه ما برای هر کار خوبی آماده هستیم. خداوندا شکرت که تو به ما قوت میدی، سلامتی میدی. شکرت که تو قلب ما رو تازه و شاد نگه میداری. خداوندا شکر واسه اینکه ما همیشه دور هم میمونیم. خداوندا ازت میخوام که هیچکی از این جهان نره. خداوندا به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها میدونید این کتاب اسمش چیه؟ آفرین، کتاب مقدسه. کتاب مقدس خیلی کتاب مخصوصیه. ما میتونیم با خوندن کلام بیشتر خدا رو بشناسیم. کتاب مقدس به قلبمون کمک میکنه که کارهای خوب انجام بدیم. من یه آیه‌ای راجع به خدا میخونم و بعد با هم یه حرکتی بکنیم. اعداد 14:18 من خدا هستم و پر از محبت هستم. خدا پر از محبت هست و ما هم میتونیم قلبمون رو به اون نزدیک کنیم که ما هم پر از محبت باشیم. بچه ها دستاتون رو باز کنین و اینطوری خودتون رو محبت کنید. زری بری، خاله مهسا، شما هم این کار رو انجام بدید. سلام خاله پگا، سلام بچه ها. خب زری بری آماده ای؟ بله. یوحنا 8:12 من نور جهان هستم. عیسی نور ماست. ما میتونیم از طریق کارهای خوب نور عیسی رو به دیگران نشون بدیم. بیای با هم بدرخشی. بیای بعد چی کار کنیم خاله مهسا؟ چقدر بامزه. کاش منم انگشت داشتم میتونستم اونجوری کنم. خیلی جالبه. حالا آیه بعدی مزمور 28:7 خدا قوت من است، به من کمک میکنه. خاله مهسا در خدا ما قوی هستی. بله زری بری و روح القدس هم ما رو قوی میکنه. بچه‌ها عضلاتون رو به من نشون بدین. مال من خیلی سفته. خیلی قوی شدی خاله مهسا. خاله مهسا ببینم چقدر عضله بچه ها بزرگ شده. بله زری بری. حالا بیا بریم داستان این هفته رو با هم ببینیم. بزن بری.
آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر خدا حقیقت هست دوستم می‌داره کلام او زنده است به من راه و یاد میده بیا بریم سفر آیات یاد بگیریم دعا کنیم نزد خدا دست هم رو بگیریم دست هم رو بگیریم 1 2 3 یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. بچه ها، اولین پادشاه اسرائیل شاول بود. شاول از خدا اطاعت نمی کرد. بنابراین خدا به سموئیل نبی گفت مردی رو که اسمش یسا هست رو پیدا کن چون یکی از پسرهای اون قرار پادشاه جدید بشه. سموئیل یسا رو در بیت لحم پیدا کرد. اون 7 پسر یسا رو دید. اونها خوشندام و قوی بودن. خدا به سموئیل گفت اینها نیستن. ظاهر آدمها برای من مهم نیست. من به دل انسانها نگاه میکنم. یسا یکی رو فرستاد تا کوچکترین پسرش یعنی داوود که مشغول چروندن گوسفندا بود رو پیدا کنه. سموئیل نگاهی به داوود انداخت و خداوند گفت این همون کسیه که انتخاب کردم. پس داوود به عنوان پادشاه جدید انتخاب شد. بعدها اسرائیلی ها با فلسطینی ها وارد جنگ شدند. یه سرباز غول پیکر فلسطینی که جولیاد نام داشت قوم بنی اسرائیل رو به جنگ دعوت کرد و از اونها خواست تا قهرمان خودشون رو برای مبارزه با اون بفرستن. اما اسرائیلی ها خیلی ترسیده بودن. یه روز داوود برای برادراش در سپاه اسرائیل غذا می آورد. اون دعوت به جنگ جولیات رو شنید و نترسید. داوود گفت جولیات چطور جرأت میکنه ارتش خداوند رو تهدید کنه؟ من با اون می جنگم. شاول پادشاه که خیلی تعجب کرده بود زره خودش رو به اون داد. اما داوود گفت نه. خداوند من رو در کشتن حیوانات وحشی کمک کرده و در برابر جولیات هم همراه من خواهد بود. داوود 5 سنگ و 1 قلاب سنگ برداشت. جولیات فریاد زد آیا من یک سگ هستم که یک کودک رو با چوب دستی برای جنگیدن با من فرستادید؟ داوود جواب داد تو با نیزه برای جنگیدن اومدی اما من با کمک خدای اسرائیل. داوود سنگی در قلاب سنگش گذاشت و اون رو پرتاب کرد. سنگ به پیشونی جولیات خورد و اون رو بر زمین انداخت. بچه ها، اسرائیلی ها فلسطینیان رو شکست دادن و به کمک خداوند داوود به یک قهرمان تبدیل شد. من چقدر از شجاعت داوود خوشم میاد خاله مرزا. من که اصلا نمیتونستم برم با جولیات بجنگم. منم شاید خیلی میترسیدم ذریبری، ولی خدا خودش به ما قدرت میده تا بتونیم براش بایستیم. ما فقط باید دعا کنیم و ازش این قدرت رو بطلبیم. واقعا خاله مرزا من یاد یه سرودی افتادم، بریم با همونو بخونیم. چه سرودی؟ یه سرود خیلی بامزه. حتما ذریبری، بریم با همین سرود رو بخونیم. بریم. پاشین بچه ها بیاین با هم خدا رو بپرستیم. I lay my life down
ها ما شاید یه موقعهایی بترسیم که یه کاری رو انجام بدیم یا شاید یه کارهایی برامون سخت باشن، ولی میتونیم با خدا صحبت کنیم و ازش بخوایم که بهمون قوت بده. آیه امروز میگه نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. ووهو! Nehemiah 8:10 The joy of the Lord is our strength. Woohoo! کیمیا جان سلام، میتونی این آیه رو برای ما بگی لطفاً؟ بله خاله، سلام بچه ها. نهمیا 8:10 شادی خداوند قوت ماست. ووهو! آفرین بچه ها، بیاین با هم دعا کنیم، چشامونو ببندیم و دستامونو رو هم بیاریم. میخوایم با خدا صحبت کنیم. خداوندا، قوت ما تو هستی. لطفاً به ما کمک کن که همیشه اینو به یاد داشته باشیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها یادتون نره که خدا همیشه با شماست و شما با او خیلی قوی هستین. تا دفعه بعد خداحافظ بچه ها. عشقای قشنگم، یادتون نره آیاتون رو برای ما بفرستین.